2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. خوش اومدین بفرمایید. ممنون. خب میگم حالا که نرفتین خونه هر کی بگه چی میخواد سفارش بده. فکراتونو کردین؟ راستی شما مرغای عاشق چند وقته با همین؟ راستش یه چند وقتی میشه. یکم تعریف کنین ببینم کی قدم اولو برداشت و اصلا چجوری شروع شد؟ برو تو تعریف کن. ما از دوران مدرسه دوست بودیم. بعدش هم که اینجوری شد دیگه. فهمیدم که اینطور. پس اول توی مدرسه دوست بودین بعدش هم رل زدین. یعنی نتیجه میگیریم که دوستای نزدیک میتونن با همدیگه رل بزنن، همینطوره؟ نه عزیزم، چه ربطی داره ها؟ عزیزم من از تو نپرسیدم، از این مرغای عاشق پرسیدم. باشه. الان برمیگردم. باشه. من میرم دستشویی، وقتی برگشتم سفارش میدم. فعلا. بهتر این بازی رو بیشتر از این ادامه ندیم. کافیه، فهمیدی؟ این بازی من و بوراکه، نه تو. تو اصلا اذیت نشو، میونتون به هم نخوره. خودم کردم، نتیجهشم با خودمه. یکی دو روز دیگه میگم جدا شدیم، بیریجیک هم فراموشش میکنه. عشقم با دوستمم، برای همین نتونستم تماس تصویری بگیرم. رسیدم خونه بهت زنگ میزنم. باشه؟ باش عزیزم، نگران نباش. من برسم خونه سری بهت زنگ میزنم. گیرت راحت. خسته شدیم ولی میارزید. آره خوب شد. تا صبح میخوابم، هیچکی نمیتونه بیدارم کنه. زینب اوه اومد باز که سلما. ای خدا، این بار بالا تو هم اومده. نه بابا. آی بزن، میخوام بشنوه. ببین چطور می‌نوازه. من یادش دادم تا هفته پیش نمیتونست اینجوری بزنه. عجب فضای سنگینی. بازم تویی که اینو بیار پایین ببینم. فاتح سلما، من بار اول میام، خواستم عادت کنم. نگاه ها رو میخندن واسه من. زیدم گوش کن به من، گوش کن ببین چی میگم. یادت نمیاد چی میخواستم بگم؟ من یادم را، تو میدونی. لطیف آتیشت میزنم ها. من همینجورشم سوختم. ببین چه حرفایی داره میزنه. سلما جون،
روزای خوبمونو یادت بیار. ما که هیچ روزای خوبی با هم نداشتیم فاتح. بگو جونتو. اونجا چه خبره ها؟ از دم در خونمون بریم. صاحب شما جونتو قرار فازم الله برنی بزن من ولی برمیگردم. حتی تو بیا، به نظرم راحت تره. بیا. شما اینجا چی کار دارین ها؟ زود باشین بریم ببینم. زود باشین. زود باشین دیگه. خوابیدی؟ شاید. نمیخوام بینمون دلخوری باشه. پس باعث دلخوری نشو. باشه، امشب بد گذشت ولی میتونیم جبرانش کنیم. بین تو و ایدیل چی هست؟ اگه نمیخوای سوء تفاهمی پیش بیاد، اگه نمیخوای چیزی بین ما مخفی بمونه، به هم بگو چی بین شماست. چیزی نیست، فقط 2 دوست قدیمی هستیم. اون آخرین شخصیه که میتونی بهش حسودی کنی. میگن بیشتر از همه باید از اینطور آدما بترسی. چی کار کنم که باور کنی؟ این که به یکی صداقتتو ثابت کنی خیلی هم آسون نیست پویراس. یادت بیار که باعث شدی چقدر التماست کنم. فردا یه روز جدیده، دوباره شروع میکنیم. میبینیم حالا. بفرمایید. چه کمکی میتونم بکنم؟ روز بخیر خانم محترم. اومدم شما رو ببرم واسه یه مراسم. فهمیدم. یعنی الان یادم اومد. شما میخواین ما رو ببرین یه جایی، اما نمیدونم ما میخوایم بیایم یا نه. باشه، پس اونجا میبینمتون. نه کجا میری تو؟ وایسا. چیه، تصمیمتون عوض شد؟ خیلی رو اعصابی ها. بیا تو. خب کدومش؟ این یا این یکی؟ سمت چپی. خوبه، باشه، پس این یکی رو میپوشم. پس چرا از من پرسیدی؟ خب دیگه به نظرم برو بپوشمش. نه میشه لطفاً توست درست کنی؟ توست درست کن. باشه
پست درست کنم. آره دیگه، قراره بریم اونجا، گشتم میشه، اون وقت دست و پام میلرزه، عصبی میشم. برو برام درست کن دیگه. باشه برو دیگه، برو کنارش هم یه چایی دم کن. برو دیگه منتظرم. باشه اما توست با چی؟ پنیری خوبه دیگه، هر چی دوست داری درست کن. برو دیگه. شما دستور بدین. بله دستوره. چی کار میکنی؟ منو نگاه میکنی؟ توست درست کن دیگه. بدو. دارم درست میکنم منو نگاه میکنه. توستر کجاست؟ ای بابا، اوف. یکم این و اون رو نگاه کنی پیداش میکنی دیگه. کو توستر من؟ انگار خودش میدونه. پیداش میکنم دیگه. آها اینا یکم میگشتی پیدا میکردی دیگه. حاضران، پریز برق کجا بود؟ ای خدا. اوف. تو برای عصبانی کردن من این کارا رو میکنی؟ آره، تو وقتی عصبی میشی یه جور دیگه خوشگل میشی. ممنونم. تو هم وقتی اذیتم میکنی خیلی اعصاب خورد کن میشی. خیلی. بابا. بله دخترم. زینب برگشته؟ نه دخترم، کاش برگرده. همه برگشتن اون بر نگشت. حالش چه شده؟ چی شده؟ رفته؟ میاد. اگه این چمدونا برای زینب نیست پس برای کیه؟ چمدون با تو. چی؟ چمدون با تو خونه ما چی کار میکنه بابا؟ ایدیل با توی مدت مهمون ما میشه. باشه؟ یعنی چی مهمونمون میشه؟ نپرس چون نمیتونم بهت بگم. یعنی چی نپرس؟ چرا بابا؟ با هم پروژه داریم، میخوایم رو اون کار کنیم. ایدیل تو رو خدا مشکل درست نکن. بابا الان با تو خونه ماست؟ آره اون بالاست. با تو؟ ایدیل ممنون که مشکل درست نکردی، واقعا ممنون. با تو خونه ما چی کار میکنی؟ تو چی کار داری میکنی؟ برو بیرون. خودت معلومه داری چی کار میکنی؟ از اتاق برو بیرون. گفتم برو بیرون. خیلی خوب، چرا داد میزنی؟ برو بیرون دیگه. تو کمرت چی شده؟ هیچی نشده. با تو من پرستارم، بذار زخم تازه. برو بیرون دیگه. گفتم تازه نیست. برو بیرون. اینجوری نکن. درد میکنه؟ نه چه دردی؟ با تو بذار من ببینم. بهت گفتم نه ایدیل. میشه بری؟ با تو نه. بذار ببینم. اینا
آره. خب چه جوری؟ چی شد آخه؟ بابام خیلی خوب باشه، الان برمیگردم. یه دقیقه وایسا. دیگه فایده ای نداره. بعضیاشون باد کرده، خون توش جمع شده، یعنی اینا تازه است. بذار یکم دارو بزنم روش. میسوزه؟ با تو برام بگو چی شده؟ چی بگم ایدیل؟ کدومشو بگم؟ کدومشو؟ من فرار کردم اومدم اینجا. همیشه فرار کردم یه جایی، ولی هر بار اومد دنبالم. شاید نتونه من اینجا پیدا کنه، منو راحت بذاره. زنگ میزنه جواب نمیده. حتما بازم همه جا رو به هم ریخته، ولی این بار بر نمیگردم به او خونه. میماله به لباست. فهمیدی دیگه؟ بزرگترین راز منو فقط تو میدونی. میشه الان بری؟ فکر میکنی فقط تویی که راز داری؟ منم یه رازی دارم که نمیتونم به کسی بگم. بعضی وقتا میخوام داد بزنم، ولی این کارو نمی کنم. منم رازمو بهت بگم، چون که باید به یکی بگم دارم خفه میشم، نمیتونم دیگه. من برای پویراز میمیرم، واقعا میمیرم، ولی بعضی وقتا فکر میکنم اگه براش بمیرم اصلا اون متوجه نمیشه. برای همین به واقعیت تبدیلش کردم. نمیفهمم. من به پویراز دروغ گفتم مریضم. برای اینکه دلش به رحم بیاد. ولی اون شب واقعا تو از حال رفتی. اگه دروغ بود من میفهمیدم، چون من قبلا اونجوری خیلی از حال رفتم الکی، برای اینکه بابام ولم کنه.
همه چی رو خوب جابجا کنیم. باشه؟ اینم بذاریم اینجا ها. از این ور تا کنم؟ آره این وری خوبه؟ آره خب بهتر از باشه اون وری میکنم. چخه آیدل نیومده؟ نه خیلی ندیدیم. نه بگیرید ببینم. حاضران هدیه های منو ننداختی؟ ها با این مدل اون زیاد خوب نمیشه. شاید یه وقت دیگه انداختم. از اینام بذار. سلام. سلام. یه خوشگلی خاصی داره مگه نه؟ من خیلی ممنونم اما یکم حوصله‌ام سر رفته. بیرجیک یکم حرف بزنی. ملیسا رو میگم، خوشگله، دختر خوبی هم هست. حاضران فهمیدم با پویراز قرار میذارید. شنیدم خیلی خوشحال شدم. مبارکه. ولی من اصلا تو شرایطی نیستم که بتونم از داستانای عاشقانه حمایت کنم. کاش داستان عاشقانه شادی بود اما اونقدر آسون نیست بیرجیک. هرچی باشه از اوضاع من یکی بهتره. بیرجیک چیزی شده؟ بگذاریم بی خیال. فقط یه توصیه‌ای برات دارم. اونم اینه که مردای این جزیره زیاد قابل اعتماد نیستن. یعنی من با چیزایی روبرو شدم که اصلا انتظارشو نداشتم. به نظرم تو هم خیلی مراقب باش. من دیگه برم. میبینمت. فعلا. در نمیاد. سلام. سلام. اینا یکم بوی آب نمیده. چه خبر؟ با پویراز چطور پیش میره؟ لطفاً حداقل شما خوشحال باشین. ما یعنی یکم خوبیم با هم، یکم بدیم. تو چی کار کردی؟ تونستی حرفتو بزنی؟ نه یعنی با بوراک هستم. با بوراک؟ بوراک؟ یعنی اونی که تو میگفتی بوراک بود؟ نه اون نبود. اصلا بوراکی وجود نداره. من همینجوری شوخی کردم. این اواخر یکم بعضی چیزا به هم ریخته. من همش اشتباه میکنم. خب بیرجیک چشه؟ بیرجیک چیزی شده؟ نه چیزیش نیست که. حرفی زده؟ باید چیزی میگفت مگه؟ نه. اون با آلپر مشکل داره؟ نه یا آره، والا نمیدونم. اینجا همه چی خیلی پیچیده است. فکر کنم من آدم بدیم. حاضران چرا اینجوری میگی الان؟ همینطوره. بگذاریم من برم قسمت خودم. وای اینقدر گریه کردم همه چشمام باد کرده. آی صورت منو نگاه کن. داستان این عکس چیه؟ این پویرازه. آها، زنه کیه؟
بهت گفته بودم چیزی راجع به پویراز بهت نمیگم. ای بابا، میدونی که اصلا خوب نمیشه بفهمه با یه برگ جلی گولش زدی و قراره بمیری. تو من؟ این کارو با من نمی کنی. منو نشناختی؟ حرفایی که زدی دروغ بود؟ نه نبود، ولی حرفای تو هم دروغ نبود. و الان من یه نقطه ضعف هستم، دارم کیشت میکنم. اگه دوست نداری مات بشی میتونی داستان گذشته پویرازو بگی. تو پسترین آدمی هستی که تو زندگی، بدترین کثافت ترین آدم. ازت متنفرم. متنفر. بدم که بدم، اینجوری میشه بد شد. تو با وجدانی مگه نه؟ این بازی ها رو ول کن، همه چی رو خراب میکنی، از پسش بر نمیای. یالا بگو ببینم این پویراز تو گذشتش چی کار کرده؟ تو واقعا به منم نمیخوای بگی؟ چی از حاضران پنهون کردی؟ آلپر گفتم که نمیتونم بگم، قول دادم. ببینم در مورد گذشته که نیست ها؟ نه اون نیست. اونم هست خب، ولی اونو نمیدونه. اونم هست؟ دیگه چی هست پویراز؟ تو چند تا چیزو پنهون کردی. منم که الان دارم این حرفا رو میزنم خودم نمیدونم چی کار کنم. همه چی رو خراب کردم، نمیدونم چی کار کنم. من خیلی آدم بدی شدم داداش، خیلی بد شدم. چرا؟ مگه چی کار کردی؟ اصلا بحثشو باز نکن داداش، ذهنتم درگیر نکن. باید درستش کنم، خیلی زودم درستش میکنم. منم. به نظرت وقتی بشنوه چی میگه؟ کی؟ حاضران. نمیدونم که، فقط یه چیزو میدونم، این اینطوری پیش نمیره. آره. ببینید، قبلا هم گفته بودم حفظ آثار باستانی برای همه کشورها مهمه، برای ما دیگه 100 چندان، چون توریست اینجا زیاد میاد. ادیل به اینجا بیا اینجا ببینم تو کجایی دختران؟ مسئول تدارکات هستی. بابا پویراز کجاست؟ مهمانهای گرامی، الان برای سخنرانی افتتاحیه فرماندار محترم رو به روی سن دعوت میکنم. همتون خوش اومدین. چرا صداش اینجوریه؟ چرا اینجوری؟ یکم صدام گرفته. دارم بگم صدام گرفته دیگه، داد بزنم بیشتر میگیره. صدا اینو یکم زیاد کن. اهالی محترم جزیره اصلا گرفت کلا. مهمانای عزیز، به 25مین جشنواره خیریه جزیره کلاغت خوش آمدید. همونطور که میدونید هر سال ما مهمونا خوش بگذرونید. هرچی حرف میزنم بیشتر میگیره. بابان اهالی جزیره، تو این روزایی که با فروشندگی ملیت و با هموندنمون رو تقویت میکنیم، میتونم بگم که به نفع منابع ملیمون داریم عمل میکنیم تا شاید فایده کوچکی برای اونها داشته باشیم. زینب برگرد به خونت. نخندین با
گناه داره نخندین دیگه. گفتم نیشتون رو ببندین. ادامه بده داداش. 2 نفر هستن، از اونا رد شو. 1 نفرم سبز پوشیده، از اونم رد شو. 2 تا دختر دارن میان سمت خودت، دیدیشون؟ اون دخترا رو بی خیال الان روی نیمکت پاکت گذاشته، میبینیشون؟ آره؟ تو اون طرفش نوشته که بری به کی بدیش و چی کار کنی. یالا ببینم، خسته نباشی داداش، تو حلش میکنی. ای بابا چی آخه؟ اون یکی که دستتونه یه اثر خیلی خاصیه، خیلی اسرارآمیزه، خیلی متفاوته، خیلی عجیبه. نهیر اونی که دست اون آقاست خود به خود حرکت نمیکنه؟ به نظرت خود به خود حرکت میکنه؟ ها ممکنه؟ ها بگو. خود به خود حرکت کنه؟ آقای محترم یه چیز دیگه بردارید، یه چیز دیگه که اسرارآمیز نیست. آقای محترم، ای خدا، نهیر به خدا خود به خودش حرکت میکرد. خدایا بیا اینجا ببینم. ای خدا فوش. آفرین صادق جان، آفرین بهت، آفرین. یه میز پر از جادو دادی دست من. آی برو ببینیم چی کار میکنیم. ها ای خدا. بفرمایید، وسایل شگفت انگیز داریم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. نتایج آزمایش آیدیل اومد؟ نیومده که. زنگ میزنم جوابم نمیده. یعنی هم بیمارستان نمیاد هم گوشیشو جواب نمیده؟ فقط اون روز اومده، دیگه نیومده. متوجه شدم. دیروز از حال رفت. واقعا؟ پس باید برای درمان دیر نکنه. من تعجب کردم که اون نیومد. بالاخره داروهاش خیلی سنگینه، بیحالش میکنه، خواب آوره، نشون میده وقتی الحال رفت نباید درمانش رو عقب بندازه. براز تو باش حرف بزن، قانعش کن، خطرناکه. باشه ممنونم. میبینم. اینا خیلی به هم میان، اینجوری بندازم اینجا نه؟ خوشگل میشه. دقیقا. آیدیل ها الان میام. باید بری بیمارستان ولی نمیری. آره نه نرفتم ولی میرم پایراز، قول میدم. اونجوری منو نگاه نکن. خب چی کار کنم؟ دست خودم نیست، نمیتونم بپذیرم مریض شدم. چی کار کنم؟ خب من درباره این وضعیت به حاضران میگم، اون کمکمونم میکنه. نه اصلا به حاضران حرف نزن. به خدا اگه حرف بزنی از این جزیره میرم. چرا نگم؟ اونم حق داره، شک میکنه. آخه شک میکنه؟ الان من با این وضعیتم باید به شکای خانومم فکر کنم؟ رسم رفاقت اینه پویراز. خاله پریهان بفرما. خیلی ممنونم ملیسا جون. نوش جون. ممنون. من تصمیم گرفتم همه چی به بریجیک بگم. دقیقاً. شاید باید زودتر این کارو میکردیم. امیدوارم دیر نکرده باشیم آلپر. آره همینطوره. چقدر خوب که نظرمون یکیه. تازه تا بیشتر از این آبروی براکا نبردیم این کارو تموم کنیم. من میگم بوسیدمش. باشه؟ نمیشه. من بوسیدم. تو تقصیری نداری. تقصیر رو بنداز گردن من. رابطتون خراب نشه یه وقت. خب منم تو رو بوسیدم دیگه ملیسا.
من خیلی پشیمونم آلبر، خیلی پشیمون. من توی زمان مناسب بهش میگم. سلام، شما آذیرا میشناسین؟ خودمم. اینو باز کنید. پویراس، به حاضیران یا هیچ کس دیگه هیچ حرفی نمیزنی. من فقط ازت اینو میخوام و اینکه کنارم باشی. پویراس، میشه یکم حرف بزنی؟ پویراز، میشه به هم بگی این چیه؟ حاضیران، تو اینو از کجا پیدا کردی؟ چطوری دست تو رسیده؟ نمیدونم پوز چی آوردش. کنارش هم این یادداشت بود. پویراز ازت یه چیزایی رو مخفی میکنه. درباره گذشته چیزایی هست که واسه تعریف نکرده. ازش بپرس چرا زندان افتاده و چرا به اون مرد چاقو زده. این حقیقت داره؟ یعنی همچین چیزی شده؟ حاضیران، من چطوری برات تعریف کنم؟ خیلی وقت پیش بود. یادت من بهت گفتم دیگه مادرمو ندیدم؟ دروغه. اون موقع 13 ساله بودم. تو اون سن آدم خیلی هیجانی میشه. منم دوست داشتم مادرمو پیدا کنم. گفتم حتی اگه ترکم کرده باشه وقتی پیداش کنم یه شانس دومی داره و شاید برگرده پیشم. از خونه فرار کردم و رفتم. از کسایی که به جزیره اومده بودن شنیده بودم تو کدوم محله میشینه. پرسجو کردم و کل کوچه ها رو گشتم. چند روز گشتم. توی پارک ها روی نیمکت ها خوابیدم. بعدش مادرمو توی خونه خرابه پیدا کردم. توی بدبختی زندگی میکرد. اومد طوری بغلم کرد که انگار اصلا ترکم نکرده. منم اونو بغل کردم. اون موقع بچه بودم، دلتنگ عطر مادرم بودم. منم بغلش کردم. از دستش عصبانی نشدم. نتونستم عصبانی بشم. مادرم با یه مرد دیگه ازدواج کرده بود. واسه همین از جزیره فرار کرده بود. با یه مرد بد. اون به من نگفت ولی من خودم فهمیده بودم. بعدش اینا منو برداشتن آوردن جزیره.
که مثلا مادرم میخواد از مادر بزرگم اجازه بگیره، بعدش منو با خودش میبره. اما نمیدونستم اون مرد چه فکری میکنه. گفتم که مرد خوبی نبود. وقتی تو این فکر بودم که مادرم منو با خودش میبره، پیشش زندگی میکنم و از اینجا میرم، در واقع مادرم اینجا اومده تا منو بذاره و بره. اون روز وقتی خونه اومدیم مادر بزرگم نبود. مرده همش میگفت زودتر بذاریم و بریم. بعدش اونا با هم بحث کردن. روی مادرم دست بلند کرد. من رفتم و قیامت به پا شد. بعدش همه چی یهویی شد. منم نفهمیدم و تو یه چشم به هم زدن همه چی اتفاق افتاد. من خیلی متعجب بودم، ترسیده بودم، خب خیلی بچه بودم. مادرم سعی کرد از من محافظت کنه و مقابل من وایساد. بعدش یه اتفاق بدی افتاد، یه اتفاقی که نباید میافتاد. من تو شوک بودم، یه مقدارشو یادم نمیاد. وقتی حالم جا اومد تنها چیزی که یادم میاد این بود که چاقو تو دست من بود. مادر بزرگم وقتی خونه اومد منو اونطوری دید. بعدشم پلیسا اومدن خونه. گفتم من زدم. میدونی مادرم اصلا اعتراض نکرد. بچه بودم، سن کمی داشتم، فکر میکردم دارم از مادرم محافظت میکنم. بعدش پلیسا منو بردن خونه اصلاح و تربیت. مادرم به اونم اعتراض نکرد، هیچی نگفت. بعدش با اون مرد به استانبول برگشتن. وقتی برگشتم جزیره تو دلم یه خشم خیلی بزرگ وجود داشت. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و تبدیل به یه آدم دیگه شده بودم. حاضران تو نمیتونی بفهمی این که کسی دوستت نداره چه حسی داره. اگه همه به چشم مقصر بهت نگاه کنن واقعا تبدیل به یه آدم مقصر میشی. بعدش یکی وارد زندگیت میشه، جرأت میکنه دوستت داشته باشه. آلپر و ملیسا. با عشق اونا همه چی تغییر پیدا میکنه. مادر بزرگم از تمام اهالی جزیره قسم گرفته خوبی کنین تا خوبی ببینین. به من پشت نکنن، ازم محافظت کنن که همینطورم شد. من تغییر کردم، خوب شدم، به یه آدم دیگه تبدیل شدم. گذشته پشت سرم موند. اما هنوزم همه، حتی مادر بزرگم، همه فکر میکنن کار من بود. پویراز چرا نگفتی؟ اگه میگفتم چی عوض میشد؟ اتفاقی بود که افتاده بود. اگه بگم یه تحقیقات دیگه شروع میشه و همه چی به روز اول برمیگرده. من دیگه نمیخوام همون چیزا رو تجربه کنم. بهتره فراموش کنم. یعنی برای هیچ کسی تعریف نکردی؟ نه تعریف نکردم. تعریفم نمی کنم. برای اولین بار دارم به تو میگم. نیازی نیست یکی دیگه بدونه. مادرت چی؟ بعد از اون روز ندیدمش و نمیخوام ببینمش. یه جایی تو استانبول زندگی میکنه. واسه همین از استانبول خوشم نمیاد. اصلا نمیخوام برم. اگه ممکن باشه نمیرم. نمیخوام با اون زن یک هوا رو تنفس کنم. دیگه نمیخوام ببینمش. حاضران ببین، من از تو هیچی رو مخفی نکردم. هیچی مخفی نمی کنم. من فقط بعضی از چیزها رو اینطوری نمیتونم تعریف کنم. میتونم یکی که خیلی بیعقله میخواد ما رو از همدیگه جدا کنه. پویراز فکر میکنن با فرستادن این چیزا ازت دور میشم. اما باید یه چیزی بگم پویراز، اونا میبازن.
من زخمای تو رو میبوسم و خوبشون میکنم. اونا اینو نمیدونن که عشق من به تو هیچ وقت به هیچ وجه هرگز تموم نمیشه پویراز. بیشتر از همیشه دوست دارم. تنها کاری که میکنم اینه تو رو هر روز و هر شب بیشتر از قبل دوست دارم. تو بهترین آدمی هستی که من تو این دنیا دیدم. قلب تو انقدر پاکه پویراز که هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه اونو آلوده کنه. من اون قلبو دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. تو چه چیزایی تجربه کردی؟ چه چیزایی تجربه کردی و به چه آدم خوبی تبدیل شدی؟ خیلی سختی کشیدی اما هیچ وقت بیخیال نشدی. منم هیچ وقت بیخیال تو نمیشم. هیچ وقت. هر چی که بشه ما همیشه با هم میمونیم. باشه؟ اینو هیچ وقت فراموش نکن. تموم شد. همش تموم شد. بابا تو به یاد بیار، دریا رو به یاد بیار. همیشه کنارتم. به هم اعتماد کن. تو رو هیچ وقت رها نمی کنم. من همیشه کنارتم. منم تو رو هرگز رها نمی کنم. هیچ وقت. همیشه کنارت میمونم. اونجا رو ببین تو رو خدا. مهمانهای گرامی، هنرمند جزیره جهانگیر رو به صحنه دعوت میکنم. دوستان عزیزم، خیلی متشکرم از تشویق‌های شما و از شهردار عزیزمون بسیار تشکر میکنم. و میخوام اون مبلغی که شهردار تهیه کرده رو برای خیریه بدم که انشالله قبول بشه. حالا با اجازه میخوام براتون آهنگی رو بخونم که میخوام همه رو پیس باشن و برقصن. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire, nedenini sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden, kendimi tutamadım, işte geldim yanına.
Anladım sendin aradım hayatım boyunca. Kim koşup açmaz hemen aşk kapıyı çalınca. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Edil. Mantık, irade, kuvvet sevince pek işlemiyor. Canım senle ol. تو اجازه میدی این اتفاق بیفته؟ خیلی خوب، کنسرت دیگه تموم شد. پاشو اینا رو جمع کن. یالا. ایدل چی شده؟ چیزی نیست بابا، تو دخالت نکن. یالا جمع کن دیگه. میکنی دخترم؟ تو چی کار میکنی؟ کنسرت ادامه داره، مردم دارن میرقصن. این دیگه از کجا در اومد؟ بابا جون مسئول این برنامه منم، دخالت نکن. یالا دیگه جمع کن. ایدل تو مسئول نیستی. این دفتر رو تو درست کن. آبرو منم بندازی کافی بردی. زود باش الان برو. بعداً درباره این چیز حرف میزنیم. باشو برو، نمیخوام ریختتو ببینم. Gülerdim ben herkese. Derdim insan kısmetini kendi. بابام اجازه نداد. Oysa sözler ne kadar boş. هیچی به پویراز نمیگم. خیلی ممنون. ولی تو هم بی خیال این بازی میشی. بگو خوب شدم یا اشتباهی تو آزمایش رخ داد، هر چی دوست داری بگو. با این بازی مسخره نمیتونی دل پویرازو به دست بیاری. یه راه دیگه پیدا کن. پویراز منو از دست آزیران نجات بده ایدی. Canım senle olmak istiyor. خب الان چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ من به مادر بزرگم سر بزنم. تو به یه چیز دیگه هم فکر میکنی؟ تو منو خوب شناختی. پویراز تو میخوای بدونی کی این برنامه رو فرستاده، درسته؟ خواهش میکنم بی خیال شو. مهم نیست کی فرستاده، مهم اینه که به هدفش نرسی. آزیران یکی برای جدا کردن ما تلاش میکنه، منم طوری رفتار کنم که انگار اتفاقی نیفتاده. پویراز لطفاً به فکر زندگی خودمون باشیم، لطفاً. باشه. ببین به من نگاه نمی کنی؟ به هم قول بده. آزیران من قولی نمیدم که نتونم پاش وایسم. تو برو خونه استراحت کن، منم یکم دیگه میام. مادر بزرگ امروز خسته شدی؟ آره خسته شدم، پاهم ورم کرده. میدونم خستت کردیم اما ارزششو داشت، همشو فروختیم. مادر بزرگ ازت یه چیزی میپرسم. تو این عکسو دیدی؟ کی اینو پیدا کرد؟ یه جوری به دستم رسیده. تو از این عکس خبر داری؟ البته این تو خونه ما تو جعبه بود. تو صورتشو پاره کرده بودی ولی من ننداختمش دور. گفته بودی دیروز اون مرتی که با تو اومد. آره دیروز سر زداره. تو خونه تو پذیرایی تنها بود؟ والا نمیدونم، من اون روز انقدر خسته بودم که خوابم برد، اصلا نفهمیدم. نکنه بگذریم مادر بزرگ. تو اصلا به این چیزا فکر نکن، بی خیال. حاضران میشه بیای؟ تو مادر بزرگمو میرسونی خونه، با هم دیگه برید. نه عزیزم من خودم از اینجا راه میفتم میرم. مادر بزرگ تو چی کار میکنی؟ هیچی، منم کار دارم، حلش میکنم و میام. با اجازهتون ما دیگه میریم. میبینم. نه بابا مگه من میذارم؟ تازه سر شبه، چرا میخواین برین؟ اصلا کجا با این عجله؟ چرا میرین؟ عزیزم بذار اونا برن. خب من میخوام با تو درباره یه موضوعی صحبت کنم. یعنی واقعیت داشته؟ تو چطوری؟ یعنی واقعا به من خیانت کردی؟ نه همچین چیزی نیست. صبر کن. تو چه؟ چی؟
یعنی چی؟ من نمیتونم باور کنم بارک تو این دوتا دختر بیچاره رو با هم مدیریت میکردی. خدایا من اصلا نمیتونم باور کنم تو چقدر بی تربیتی. نه بیریجیک اشتباه فهمیدی. عشقم دیدی همزمان با دوتاشون بوده. یعنی چی؟ این دیگه چه جور آدمیه؟ آخه چه وضعشه؟ این آدم رسما وجدان نداره. چه جوری دلش اومد این کارو با شماها بکنه؟ من نمیفهمم. بیریجیک لطفاً گوش بده، همش سوء تفاهمه. باشه ساکت باش، همه دارن نگاهمون میکنن، بعدن صحبت میکنیم. باشه ولم کن، بذار همه بدونن این یارو چقدر پس فطرت و دروه. بذار همه بفهمن بشناسن این آدمو. بیریجیک بارک گناهی نداره. ما با هم رابطه نداریم، دروغ گفتیم. دروغ گفتین؟ آخه چرا؟ چه نیازی بود به هم دروغ بگین؟ چرا؟ من خیلی کنجکاوم بدونم. نمیتونی به هم بگی نه؟ معلومه که تو هم نمیتونی. خیلی خوب باشه، پس من میگم این دو نفر رو ببینین؟ این دو نفر نور چشم شما، آلپر و ملیسا. این دو نفر با هم بودن و به من خیانت کردن. تمام این مدت به هم کلک زدن و به هم دروغ گفتن. تو چشمای من نگاه کردن و گولم زدن. من بهشون یه شانس دادم که اعتراف کنن، ولی اونا جرأتشو نداشتن که بخوان صادقانه همه چی رو به هم بگن. خوب نگاه کنین جوانای جزیرتون به چه وضعی افتادن. من واقعا ازتون ممنونم. از شمام تشکر میکنم چون درس بزرگی به هم دادین. واقعا آفرین، براو، آفرین بهتون. این مرتی که با تو رو دیدین؟ میدونی با تو کجاست؟ ندارش، به خدا ندیدم. بیا ببینم، بیا نوشش جان، بخور دیگه. به چی نگاه میکنی؟ بلند شو ببینم. الان چی کارت کنم ها؟ همینجا بکشمت؟ ولی دارم به گربه غذا میدم. بی خیال این کاراشو. زندگی تو همیشه نمایشیه، همیشه اینطوریه. نفس بکشم. من از اینجا میرم، دنبالم نیا. خاله عالیه، میتونم دوستم نداری و از دستم عصبانی هستی، اما من پویرازو خیلی خیلی دوست دارم. ببینین صنایع دستی هم خیلی خوب شد، همه خیلی پسندیدن، به خاطر اونم ازتون خیلی ممنونم. حتی سال بعدم باز درست میکنیم باشه؟ حتی یه چیزی بهتون بگم، مام بزرگ من وسایلی داشت که از اونام درست میکنیم باشه؟ بی خودی خیال بافی نکن آزیران، تو سال بعد تو این جزیره نیستی، به این عادت کن. بالاخره دنبال هوسای خودت میری، ولی من نمیذارم تو بیای و قلب نومو بشکنی و زندگیشو نابود کنی. نمیذارم. از روزی که به این جزیره اومدی مدام برامون درد سر ساختی. شما شهریا همه چیو نابود کردی، تو، مادرت، با تو. ببین آیرازم بازم گذاشت رفت. خدا میدونه رفته تا مشکل کدوم یکیو حل کنه. چه مشکلی؟ خاله عالیه چه مشکلی؟ مگه اون دوستت نیست؟ از کش و عکسو دزدیده، همتون مثل هم هستی. با تو اون عکسو دزدیده؟ منو ببین، دنبال من نیا. یه ثانیه خاله عالیه، پویراز میدونه با تو اون عکسو دزدیده؟ ببین به من گوش بده، برای آخرین بار بهت میگم، دیگه بهت نمیگم. باید بهت بگم حد خودتو بدونی. تو بیمارستان با ما دعوا کردی. ازم فکر نکن مثل دخترای خوب رفتار کنی و خونه من بیای و دل منو به دست بیاری. برای اینکه بفهمی دونه دونه بهت میگم، من بمیرمم نمیذارم تو با پویراز باشی. فهمیدی؟ نمیذارم با پویرازم باشی. پویراز درد تو چیه؟ دنبال چی هستی تو؟ تو این ماجرای عکسو میگی درسته؟ من حدس میزدم، گفتم خاله عالیه لو میده، ولی چه میدونسته؟ ببینم تو مریضی؟ یک کمی.
بگو ببینم چرا سعی میکنی ما رو از هم دیگه جدا کنی؟ نکنه تو عاشق حاضیران هستی؟ حاضیران؟ نه، حاضیران مناسب من نیست. من تو رو میکشم. ببین منو، دیوونم نکن، همینجا تیکه تیکت میکنم. عین آدم کلمه به کلمه بگو چی میخوای، دنبال چی هستی؟ راستش الان هیچی. اگه میخوای جواب واقعی رو بشنوی، من دنبال هیچی نیستم. هیچ هدفی ندارم. سعی میکنم بمیرم. بعضی وقتام زندگی میکنم، بازی میکنم، مسخره بازی در میارم. من نمیتونم اتفاقاتو جدی بگیرم. زندگی تو بازی چه شده؟ همیشه بازی میکنی. اینطوری میخوای دل مردم به حالت بسوزه؟ اوف، این که تبدیل به مسابقه حوصله سربر شد. میخوام با مدیر برنامه‌ام حرف بزنم. کجا تو بزنم بشکنم؟ بگو کجا تو بزنم؟ تو صورتم نزن. پویراز صبر کن، پویراز نکن. حاضیران تو دخالت نکن. پویراز ارزش نداره، ولش کن. نه، این دفعه به این راحتی خلاص نمیشه. این دفعه واقعا بیهوشش میکنم. ببند اون فکتو. میکشمت. صبر کن. خیلی خب، من همه چی رو تعریف میکنم. باتو سعی میکرد به من کمک کنه. چی؟ باتو ببین، دیگه احتیاجی نیست چیزی رو مخفی کنیم. براشون تعریف میکنم. نکن. تو چی داری میگی؟ پویراز عزیزم، من عاشقتم. چرت و پرت نگو. چرت و پرت نیست. چرت و پرت نمیگم پویراز. کاشکی واقعا چرت و پرت بود و 20 سال منتظرت نمیموندم. معذرت میخوام حاضیران، ولی واقعیت اینه. از زمان مدرسه سعی دارم توجهتو جلب کنم پویراز. هر روز سعی کردم یه جوری این کارو بکنم. سعی کردم خودمو بهت نشون بدم. سعی کردم منو ببینی، ولی تو اصلا منو ندیدی. تو حتی یک بارم بهم توجه نکردی و منو ندیدی. نتونستم اعتراف کنم چون همچین آدمی نیستم. دیگه کافیه. وایسا، مونده. لطفاً گوش بده، زمان همه چی رسیده. حاضیران، من یه بیماری دارم. بیماری بدیه، ممکنه بمیرم. نمیدونم. با تو اینو میدونست. اینم میدونست که عاشق پویرازم. اینجوری فکر کرده داره به من کمک میکنه. برای همین تنهایی نقشه کشیده. نمیدونم، شاید میخواسته یه دختر در حال مرگ رو نجات بده. واقعا ازت معذرت میخوام توی یه همچین شرایطی افتادی، اما مجبور بودم اعتراف کنم. این دیگه واقعا داره منو عذاب میده. خسته شدم واقعا. من وقتی شما دوتا رو کنار هم میبینم این قلبم میخواد تیکه تیکه بشه، میخواد از جا کنده بشه. حالم از خودم به هم میخوره، نمیتونم تحمل کنم، دارم دیوونه میشم. خسته شدم پویراز. عذر میخوام، دارم میمیرم. با تو مقصر نیست. در واقع اون تو دلش میخواسته به من کمک کنه. بله اشتباه بود، منم نمیدونستم این کارو کرده، ولی من اونو متهم نمی کنم چون خواسته کمکم کنه. شما هم کاریش نداشته باشی. ما تو یالا بیا بریم. ایدیل، من باش میرم. پویراز من نمیدونم چی بگم. وقتی ایدیل تو این وضعیته و با این بیماری سر و کله میزنه، ما چطوری قراره با هم باشیم؟ و اسکار تعلق میگیره به عشق و احمق، به خاطر تو همه چی داشت نابود میشد. حداقل الان یه شانسی داریم. همین خاطره که ما یه تیم فوق‌العاده ایم. راستی دمت گرم. ای دختر بعد، گفتی که مشکلی داریم، گفتی عالیه میدونه.
اون زن ممکنه لو بده. اون زن همه چی رو لو میده. نه خیر، لو نمیده. من کلی باش حرف زدم، ازش قول گرفتم، بهش گفتم به هیچکی نگو. گفت باشه. من بهت گفته باشم که بعدا نگی با تو بهم هشدار ندادی. مهم نیست. من باید این ریسکو میکردم. بعد از این دیگه نمیتونن ادامه بدن. خب چی میشه؟ جدا میشن. دیگه چی لبران جیمز؟ میبینی دروغ میگه. مریض نیست. یعنی چی؟ حاضران به باباش نمیگه، به مادر بزرگم نمیگه. اومده قسمم داده که به کسی نگم. بعدش میره درباره بیماریش به باتو که 2 روز شناخته میگه. همش دروغه. میدونی کارشون چیه؟ به نظر من با هم کار میکنن. با اون عقل فندقیشون سعی میکنن نقشه بکشن و ما رو گول بزنن. تو واسه همین مدام با ایدیل قرار میذاشتی؟ آره درسته، که منم برای یه مدت کوتاه باورش کرده بودم. قول گرفته بود که نتونستم بهت بگم، اما دیگه مطمئنم که اون مریض نیست. من با دکترش حرف زدم، یه طوری نقشه همه چی رو کشیده بود. باشه، اما من نمیفهمم آدم چرا باید همچین دروغی بگه؟ چه میدونم حاضران، اینا مشکل دارن. ماها نمیتونیم اینا رو درکشون کنیم. مطمئنی؟ مطمئنم و خیلی هم عصبانی. یعنی این بیماریه؟ آدم چرا باید همچین دروغی بگه؟ خب اگه اینطوری باشه این یه دروغ پست و بزرگه. درسته، باشه، منم وقتی اول تعریف کرد شک کردم، اما آدم نمیتونه قبول کنه. هرچی که بشه این بدون مجازات نمیمونه. باید تاوان پس بدن. شیطونه میگه چیزی که میخوانو بهشون بده و بعد شکنجهشون کن. یعنی چی؟ مادرم، مامان بزرگ، ایدیل، با تو هیچ کس نمیخواد با هم باشیم. ما هم واسه همینم. بی خیال، من دارم مسخره بازی در میارم. نه میدونی اصلا فکر بدی هم نیست. حاضران تو به من اعتماد داری؟ همیشه. باشه پس جدا میشیم. نه پویراز، یعنی چی؟ یعنی چی؟ تو جدی؟ کاملا جدیم. من همینطوری گفتم به خدا. نه این یه نقشه خوب شد. ما طوری رفتار میکنیم که انگار جدا شدیم و بهشون یه درس عبرت میدیم. باشه، خب چطوری؟ یه لحظه، ما چطوری قرار میذاریم؟ خب یه مدت مخفیانه. مثل عشق مخفی. یعنی ما با بقیه اینطور رفتار میکنیم طوری که اونا میکنن، اما با هم میمونیم. یعنی ما واقعا میتونیم این کارو بکنی؟ برای اینکه آرامش بیشتری داشته باشیم، برای اینکه بیشتر خوشحال باشیم، برای اینکه با هم باشیم این کارو میکنیم. نظرت چیه؟ باشه، قبول میکنم. من با تو هر کاری میکنم عشقم. پس حله عشقم. از من جدا میشی؟ آره، همه چیزم از تو جدا میشم.
Bana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanı bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.